مرم زخمای شورو آمدی، کندو از دل غم و ارگو آمدی، کندو از دل غم و ارگو آمدی. تو جواب سالها ناربودی، تو جواب سالها ناربودی، تو دوای درد 100 ساله بودی، تو دوای درد 100 ساله بودی. شهر چراغ شب ناامیدی شدی، شهر چراغ شب ناامیدی شدی. ابی بیداری دیده ها زدی، ابی بیداری دیده ها زدی. تو جواب سالها ناربودی، تو جواب سالها ناربودی، تو دوای درد 100 ساله بودی، تو دوای درد 100 ساله بودی. عشق مردم نسل دوم جوشید، بهر مردم خوب بود عشق و امید، برای مردم خوب بودی عشق و امید. تو در پیمون خو عجب وفا کردی، تو در پیمون خو عجب وفا کردی. برای مردم خو خدا فدا کردی، برای مردم خو خدا فدا کردی. تو جواب سالها نالبودی، تو جواب سالها نالبودی، تو دوای درد 100 ساله بودی، تو دوای. خواستم که با شما صحبت بکنم و این تشویش را رفع بکنم. برای شما من اینجا میگم که من هیچ منافعی غیر از منافع شما ندارم. اگر من میخواستم رو منافع شخصی خود فکر میکردم، در این 2 سال و 8 ماه هم در کنار شما نمی نشستم. و ایرم برای شما اطمینان میتم که کمک و یاری از خداست. ما پر نمیگیم برای این مسئله. با امید شما و رحمت الهی از خدا هیچ وقت نخواستیم که من بدون از شما در جایی برم شما را در معرکه بگذارم و خودم جان خودم نجات بدم. نه ایر از خدا نخواستیم، خواستیم. خواستیم که در کنار شما خونیم اینجا بریزه، در بین شما کشته شد. با کوله‌بار رسالت نجات انسان از بند اسارت، زنجیر استبداد و تفکر انحصار طلبی فرود آمد و آیه تغییر سرنوشت انسان را به تلاوت گرفت. پیام برادری و برابری را هدیه آورد و شعار وحدت ملی را از فراز بام دنیا فریاد کشید تا خوکردگان در انحصار طلبی و استبداد به لرزه آیند
تا کاخ ستم فرو ریزد و تا توده های رنج دیده به پا خیزند. آری آری مردی از قبیله آفتاب، برخاسته از میان دریا دریا، رنج و اندوه باستانی مردم، خو کرده با رنج و آشنا با دردهای مردم، شاهد هزاران قصه تلخ تاریخ و شهید راه حق‌خواهی و عدالت. مزاری بزرگ آمد که از حقوق رنج دیده ترین اقشار جامعه فریاد کشد. مزاری بزرگ پیام انسانی عدالت را زمانی به قرائت گرفت که تفکر عدالت خواهی و حق خواستن جرم نابخشودنی پنداشته می شد. آپارتاید، تبعیض و برتری خواهی هسته فکری حاکمیت مغرور و جلاد زمان را شکل می داد. عمیق به آبادی وطن، تحقق عدالت، برابری و دادن حقوق انسانی اسلامی زنان برای آنان را همیشه فریاد می‌کشید. او راه تحقق یک حکومت فراگیر ملی را در انتخابات آزاد و عادلانه جستجو می‌کرد. مزاری شهید این رهبر آگاه با دشمن نسل وطن و حیثیت این سرزمین چون مواد مخدر و تروریسم دشمن بود و برای افغانستان و جهان هشدار می‌داد. در باور انسانی مزاری مردم افغانستان برادر یکدیگر تلقی می‌گردید و عامل فاجعه های افغانستان تفکر انحصار طلبی پنداشته می شد. بیایید جلوه های از اندیشه خورشیدی مزاری را در این فیلم کوتاه به تماشا بگیریم. ما طرفدار جنگ نیستیم. پیشنهاد ما است که یک دولت موقت تشکیل شود، زمینه انتخابات فراهم شود، آرای مردم هم کسی را تعیین کرده، حکومت باثبات با وجود. حزب وحدت 10 تا کمیته داره در شورای مرکزیش. یک کمیته به نام کمیته زنهاست و معتقد است که نصف جمعیت افغانستان زنها تشکیل میده، باید در سرنوشت آیندهشان اینا در مملکت شرکت داشته باشه. در انتخابات هم تو طرح انتخابات که حزب وحدت داده، زنها را حق قائل شده که هم انتخاب شده میتونه هم رای داده. البته حزب وحدت